بچه‌ها ایشون معین که اومده الان استوری گذاشته علیه من و اینا راجع به همین قضیه‌ای که چرا سرجو نمیگیرید، حالا که خیلی خودشون برنامه رو اسپول کردن، ایشون یه 10-15 قسمت دیگه میاد از من معذرت خواهی میکنه بابت همین کاری که کرده، میدونه که مقصر بوده. و یه چیز دیگه خیلی مهمه، امروز هم معیار تو برنامه بهش اشاره کرد که ایشون میاد جلو دوربین روی سکسی گفتن مثلا معیار خودش رو غیرتی نشون میاد بالا با اون بگو بخند میگم من جلو دوربین مجبور بودم که ما سر این موضوع میایم روش میگیریم و خودش اعتراف میکنه به اینکه تمام این کارها رو میکرد فقط جلو دوربین و خودتون به زودی اونو مشاهده خواهید کرد. و اینکه میگن که ما رابطمون 3 هفته طول کشید و رابطمون رابطه حقیقی اون ویلا بود. نه عزیزم، اینا چرا 3 هفته رابطتون طول کشید؟ چون خود اصل تو کف احسان بود، خودشون جلو دوربین دارین میبینین که همش داره میگه احسان. اصلا معینو به عنوان حتی دیت هم انتخاب نکرد که اصلا به من ربطی نداره، ولی خب این 3 هفته این بود که ایشون تو یکی 2 هفته هم اولش میتونست با احسان اوکی بشه، بعدش هم میتونست با سجاد امیدی اوکی بشه. اصلا این نبود که اینا 3 هفته هم دیگه رو با هم دیگه آشنا میشن. شما الان داخل برنامه آشنایی میبینید که اینا بخواد بگین 3 هفته اینا هم دیگه رو مرگ میذارن. و خود معین هم اولش خودش تو کف کیمیا بود که میخواست با کیمیا که شاید میاد بالا هم بهمون میگفت که از کیمیا خوشش اومده، که بعدش آروم 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 اونم تا آخر میبینید که رابطشون چطوری شکل میگیره.